توی این بخش قراره که ما به مبحث آنسمبل لرنینگ و دوتا مدل SVM و رندوم فارست بپردازیم. سیگنالی هم دیتایی هم که قراره روش کار کنیم دیتای ECG هست، سیگنال قلبیه. مقاله بیسی که داریم باش میایم جلو، این مقاله است که اینجا میبینید، یوآیش هم اینجا گذاشتم، میتونید بهش سر بزنید. یه مقدار لازم کنده. این مقاله بیسه، دقیق قرار نیست همه بخشش رو انجام بدیم، صرفا اون خطی که قراره بریم جلو اون رو واسمون مشخص میکنه. عنوان مقاله هم تحت این عنوانه که Ensemble Classifier Faster Detection of Arrhythmia Using ECG Data. یعنی قراره که بیایم سیگنال ECG رو آریتمیاشو با استفاده از یه کلاسیفایر آنسمبل بیایم اینا رو تشخیص بدیم. مقاله جدیده، سال 2023 چاپ شده، Q2 هم هست این مقاله، حالا جلوتر بهش میپردازیم. بخش اول پروژه، طبق همه پروژه دیگه باید بریم سر وقت دیتا ستمون. دیتا ستی که اینجا استفاده شده دیتا ست MIT-BIH که مال فیزیونت هست. اینجا صفحه، حالا لینکش هم واسهتون گذاشتم، فیزیونت ATM. سیگنال مختلفی میتونید اینجا ببینید، هم ECG داره، EEG داره، سیگنال مختلفی داره. ما دنبال چی؟ MIT-BIH همینجاست، آریتمیا دیتابیس. ما قرار روی این دیتابیس کار کنیم. یه توضیحی هم بدم با این صفحه هم آشنا بشید. این قسمت که دیتابیس رو انتخاب میکنید، قسمت بالا. قسمت بعدی ریکورده که میایید مشخص میکنید کدوم فایل رو میخواید بخونید، ببینید، دانلود کنید یا هر چیز دیگه. حالا اینا سمپل های مختلفشه، 100 داره، 105 داره، چیزهای مختلف داره، میتونید روش انتخاب کنید. قسمت بعدی قسمت سیگناله که اومده لیدای مختلفی که داریم توی اون سیگناله رو آورده. حالا یه V1 داره، یه ML2 داره، یه دونه هم همش با هم دیگه بخواد نمایش بده. اینا بیشتر کجا مشخص میشه؟ ببینید الان پایینتر تول باکس و رو پلات وی فرم که بزنید سیگنال میاد بهتون توی همین صفحه نمایش میده. اوکی، این سیگنالتونه. این هم دوتا لیداست. هر کدوم از اینا رو که رو سیگنالش بردارید، مثلا روی کدومش بزنیم رو V1 واسهتون اون پایینم تغییراتش اعمال میشه. حالا اگه دانلود باشه میتونید دانلود کنید، اگه تول باکس نمایشی باشه میتونید ببینید. اینم که حالا انوتیشنش گفته چیا رو بهتون نمایش میده. قسمت پایینش هم اینجوریه که نوشته چقدر از سیگنال رو بهتون نمایش بده، در حد 10 ثانیه، یه دقیقه، 1 ساعت، 12 ساعت یا تا آخرش. الان که رو 10 ثانیه هست میبینید خیلی زومش اوکی تره، سیگنال رو خیلی راحت میتونید با چشم ببینید. حالا این اون بخشی از سیگنالی که داره بهتون نمایش میده. سیگنال از اینجا تا اینجا ادامه داره. هر بخشش رو هم خواستید ببینید با کلیک کردن میره روی اون بخش و میتونید اون قسمتش رو ببینید. اینا رو میتونید تغییر بدید دیگه، بذارید رو تو اند تا پایانش رو بهتون نمایش میده به صورت یک جا. حالا بخواید دانلود هم کنید هم همینطور. این دیگه خیلی متراکمه، عملا چیزی دیده نمیشه بخوایم باشش ببینیم. تول باکس ها چیزای مختلفی داره. یکی که همین پلات وی فرم بود، بذارم اینو رو 10 ثانیه برگردونم چون چیزای بعدی که می‌خوایم نمایش بدیم به چشم بیاد. چیز دیگه ای که داره، کلا چیزایی که با پلات و شو اومده صرفا واسه نمایشی که خودتون ببینید. چیزایی که بخواید دانلود کنید تحت عنوان اکسپورت و اینا اومده. چیز دیگه ای که بخوایم نمایش بدیم آرار اینترواله. آرار اینتروال چی بود؟ بله، فواصل بین دو تا قله R. خاطرتون هست یه سیگنال ECG رو PQRST، اون قله آری که داشتید یکی از المان فواصل بین قله ها یکی از المانهای مهم واسه پردازش سیگنال ECG بود دیگه، که تحت عنوان RR اینتروال در نظر می گرفتیم. که حالا اومده مثلا تو 10 ثانیه‌اش هم اینجا اومده پلات کرده و گفته که فواصلش چجوریه، کم و زیاد شده.
دوباره اومده هم آرار اینتروال هیستوگرامش اومده نمایش داده که مثلا تو چه بخشایی بیشتر ما تکرار داشتیم، فواصلش بیشتر بوده. بعد عرضم به حضورتون سمپل ها رو اومده به عنوان یه تکست میتونه بهتون نمایش بده. سمپل همون دیتا همونن، میبینید این قسمت تایمش باشه، قسمت بغلیش دوتا لیدا مونه، ستون ها، و هر سطرمون هم چیه؟ سمپل ها مونه دیگه، که میتونید ببینید این اسکرول این سمت رو میبینید چقدر زیاده. کل این اومده به صورت یه تکست نمایش داده. قسمت بعدی قسمت انوتیشنه. دوباره اینم تحت عنوان یه تکست میتونه بهتون نمایش بده که اومده یه سری سمپل‌ها رو شماره‌اش مشخص کرده و تایپش هم گفته که مثلا n. حالا اینجا n نرماله، حالا جلوتر بهش میرسیم میبینید. انوتیشن هم همون چیزایی که یه متخصص میاد روی سیگنال علامت گذاری میکنه و میگه حالا این مشکل داره مشکل نداره به چه صورتیه. دوباره آرار اینتروال تحت عنوان تکست کار نداریم. اسکرایب ریکورد رو میریم. یه سری اطلاعات در رابطه با ثبت سیگنال داره، این که مثلا فرکانس نمونه برداریتون چند بوده، گینتون چنده، که باز دوباره ما با این بخش هم کاری نداریم. این قسمت سه تا اکسپورت داریم. یه واسه دانلود کردن فایل رو بخوایم دانلود کنیم. یه CSV چی بود؟ باش کار کردیم ها. اکسل بود، تابولار بود. EDF که هنوز کار نکردیم، احتمالاً کار بکنیم. دات مت چیه؟ اینو قاعدتا باید بشناسید. بله، مال فرمت مطلبه که حالا هر کدوم روش بزنید میاره اینجا. هم خود فایل رو میتونید چیز کنید، هم هیدر هم اینفو، فایل مختلفش رو میتونید دانلود کنید، روش کلیک کنید و سمپل به سمپل، حالا ریکورد به ریکورد این بخش رو جلو ببرید. این از فیزیونت قسمت ATMش. حالا فیزیونت بخواید تک تک ریکوردها رو دانلود کنید یه ذره اذیت کننده است دیگه. تو خود فیزیونت توی قسمت کانتنت که برید، اسم دیتا ست رو که سرچ کنید، روز من اینو بردارم، حالا من لینکش رو گذاشتم ولی کلا میخوام اینو بهتون نمایش بدم. تو قسمت کانتنت فیزیونت که برید، این اینجا تول باکس سرچ رو دارید، حالا به عنوان دیتا، به عنوان سافر، به عنوان اون چالش ها و اون مسابقاتی که میذارن و مدل ها. حالا میتونه اوپن سورس، میتونه اوپن اکسس باشه یا هر چیز دیگه ای، چیزای مختلف. شما دیتا ستی که توی اون قسمتی که اینجا اسمشو میبینید، همین اسم رو دنبالش باشید بخواید یه جا دانلود کنید، میتونید اینجا وارد کنید و این واسهتون اون دیتا ستا رو میاره. اوکی، ما قرار شد با این ساده کار کنیم دیگه. آریتمیا دیتابیس همون صفحه‌ای هم هست که واسهتون گذاشته بودم. توی اینجا حالا یه سری توضیحات و بک‌گراند و اینجور چیزا گذاشته که ما کاری بهش نداریم. واسه دانلود کردنش به صورت یک جا این پایین یه فایل زیپ واسهتون قرار داده، حجمی هم نداره، کلا تقریبا 73 مگه 75 مگه حالا در نظر بگیرید. روی میتونید کلیک کنید و دانلود کنید فایلتون رو. فایل رو هم که دانلود کنید یه همچین چیزی دارید، این تحت عنوان زیپه که اکسترکت میکنید و فولدرش رو اینجا استخراج میکنید و به محتویاتش دسترسی دارید. این از دیتابیس. دیتا ست رو ما الان دانلود کردیم، آمادش کردیم. تو قسمت دیتا ست سوالی، نکته، نظری، چیزی هست؟ میگذاریم. قسمت بعدی که میخوایم کار کنیم، میخوایم بیایم این دیتا رو حالا لود کنیم و بعد چیکار کنیم؟ پریپراسسش رو انجام بدیم. ما مثل همه کارهای دیگه که میخوایم انجام بدیم، صرفا لازم نیست که 0 تا 100 یک کد رو خودمون بخوایم ببریم جلو و از صفر بخوایم بشینیم بزنیم. میتونیم یه کاری که بکنیم اینی که از کارهای دیگران هم تو کارهای خودمون استفاده کنیم و بس اینجا هم استفاده کردیم که یه مقدار با محیط گیت هاب هم آشنا بشید. یکی از این منابعی که پر از کد و میتونید ازش استفاده کنید گیت هابه. حالا میگم سرچ بزنید کد مختلفی میتونید پیدا کنید. این کد من دیدم کد خوبی هم بود که اصلا تایتلش هم با کاری که ما میخوایم بکنیم میخوره، یعنی دقیقا همون دیتا ست رو اومده گفته که قراره پریپراسس کنه و کارهای دیگه. توی اینم لینکش رو گذاشتم دیگه، این قسمت هست. یه سری توضیحات داده حالا تو رید ویژناش که ما کاری نداریم. اون قسمتی که ما کاری داریم فایل پریپراسسشه
که این قسمتشه دیده نمیشه، اینجاست که اومده یه کدی رو تحت عنوان پایتون، نوتبوک نیستین دیگه چون حالت ماژولار هم اومده کد زده، تحت عنوان پایتونه که کلا این کد قراره پری پروسس واسه ما انجام بده. که حالا ما اومدیم همین کد رو اومدیم ساده ترش کردیم، یه بخشایش هم حذف کردیم یا تغییرش دادیم، توی این قسمت اینو آوردیم. این قسمتی که اینجا میبینید، حالا به خاطر اینکه بهتر دیده بشه زوم کردم، ولی توی این سلول واسهتون گذاشتم که حالا فعلا کار نداریم. دوباره همینی که اومدیم اینجا ساده تر کردیم و یه مقدار یه سری چیزاشو تغییر دادیم و دوباره یه مقدار دوباره ساده تر کردیم و این دفعه تیکه تیکش کردیم که با هم دیگه ببریم جلو، کامل متوجه بشید. یه دفعه نخوایم یه کد رو به یک بار با هم دیگه بررسی بکنیم، واسه اون هضمش راحت تر باشه. اولین کاری که می‌خوایم بکنیم بحث اون انوتیشن هاست، اون تعداد کلاسایی که داریم. تعداد کلاسایی که تو خود دیتا ست هست خیلی زیاده، ایناست، همین n هست، l هست، r هست، نمیدونم تقریبا چند تا، 12 13 تا به نظر میاد باشه و ما می‌خوایم اینو به یک کلاس بندی 5 کلاسه تقسیمش کنیم. این اصلا این عکس خود مقاله هست، داخل خود مقاله هست. علاوه بر اون فکر کنم خود گیت هاب هم توی این کد بهش اشاره کرده بود و جدولش رو گذاشته بود، همین جدولی که اینجا میبینید که اومده بود گفته بود قراره به 5 قسمت به 5 کلاس تقسیمش کنیم. به خاطر این باید چیکار کنیم؟ باید هر چند تا کلاس رو به عنوان یک کلاس در نظر بگیریم که مثلا الان اینجا میبینید انوتیشن هایی که تحت عنوان n باشه، l باشه، r باشه، e کوچیک باشه، j بزرگ باشه تحت عنوان نرمال میشناسیم. دوباره a باشه چه بزرگ چه کوچیک، j باشه فلان باشه، اینو تحت عنوان آریتمی فوق بطنی میشناسیم و v و e و f رو به عنوان آریتمی بطنی میشناسیم. f هم تحت عنوان ضربانای ادغامی ترکیبیه و اون اسم این چی بود بنده خدا؟ اسلش بود دیگه، یا بک اسلش بود، اسلش و اف و کیو هم تحت عنوان ضربان‌های ناشناخته میشناسیم. اوکی، کلا چند تا کلاس شد؟ 5 تا. چی و چی؟ یکی نرمال ضربان عادیه، یکی آریتمی فوق بطنیه. آریتمی فوق بطنی چیه؟ آریتمی فوق بطنی نمیدونی چیه؟ یه سری الان مشکلات تو سیگنال ها هست. اوکی، آریتمی فوق بطنی اینجوریه که یه مقدار ضربانه زودتر داره میزنه، فواصلش کمه و منشأش هم فوق بطنه، یعنی بالای بطنه. حالا میتونه اون گره های بالا دستش باشه، میتونه دهلیزا باشه، نرسید به دهلیزا. آریتمی بطنی چی؟ اونم دوباره همین جوریه، ضربان زود هنگامه و منشأش هم خود بطنا، دلیل اینکه زودتر میزنه. فیوژن بیت ها یا ادغامی ها چیا؟ اینکه یه ضربان سالم با یه ضربان ناسالم مثل آریتمیا با هم دیگه ترکیب شده باشه، بهش میگن فیوژن. آنون بیت چی؟ ضربان ناشناخته. اون ضربانی به حساب میاد که تو هیچ کدوم از این کاتگوریا نتونستیم بذاریم، همه رو گذاشتیم تحت اونی که نمیشناسیمش چیه. اصلا خیلی از چیزاش تحت اونی که اصلا نشناخته توی این دسته قرار میگیره. به خاطر اینکه بتونیم همچین کاری بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ این تبدیل انوتیشن ها رو داشته باشیم، کلاس ها رو میایم یه دیکشنری مینویسیم که نگاشت اون انوتیشن هامو به اون کلاسایی که میخوایم داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که میگیم که اگه n بهت دادیم به عنوان کی دادیم؟ به عنوان ولیو به ما چی برگردون؟ n رو برگردون، یعنی خودشو برگردون. اگه l هم دادیم n رو برگردون، اگه r هم دادیم n رو برگردون، دوباره بعدی اگه v دادیم v رو برگردون، اگه e هم دادیم باز دوباره v برگردون. چون تعدادش هم کمه خیلی راحت میتونید بنویسید. حالا اینو خط به خط هم ضربانا رو جدا کردم که مشخص باشه کدوم دسته به کدوم تعلق داره، که کار خاصی هم نداره دیگه. صرفا یه دیکشنری نوشیم که بیاد لیبلامون رو به هم دیگه مپ کنه. دستور بعدی که داریم، بخش بعدی که تو پری پروسس داریم، اینه که میخوایم بیایم فرکانس نمونه برداری ها رو یکی کنیم.
ما مثلا یه ممکنه ریکوردامون یه سریاش فرکانس سمپل نمونه برداریش با هم دیگه متفاوت باشه. واسه این کار میایم چیکار میکنیم؟ میایم از دستور اینترپولیشن خود نامپای استفاده میکنیم. اینترپولیشن نامپای چیکار میکنه؟ میاد یه دونه، بذار قبلترش من بهتون بگم، کلا یه تابع نوشیم. این تابع میاد چیکار میکنه؟ یه سیگنال از ما تحت عنوان تی اس میگیره، یه فرکانس نمونه برداری ورودی رو از اون میگیره، یه فرکانس نمونه برداری که مطلوب ماه و میخوایم تو خروجی داشته باشیم هم بهش میدیم. این سه تا آرگومان ورودیمون شد. بعد میایم تحت عنوان یه ایف و الس بهش میدیم، میگیم که اگه اف اس خروجیمون با اف اسی که ورودی داریم یکی باشه، خب اون سیگنال اوکیه دیگه، اصلا نیازی به تغییرات نداره، همونو بیا به ما ریترن کن، برگردون بدون هیچ تغییراتی. ولی اگه اینجوری نبود، یعنی فرکانس نمونه برداری اون ریکوردی که داریم بررسی میکنیم با فرکانس مطلوب ما متفاوت بود، بیا چیکار کن؟ اول میایم دو تا آرایه تعریف میکنیم، یکی ایکس اولد یکی ایکس نیو. این آرایه چیه؟ میایم بین بازه 0 تا 1 یه تعداد نقطه رو ما مشخص میکنیم، یه تعداد نقطه میسازیم، به صورت مساوی هم بود دیگه، اینو باید تو از جلسه قبل خاطرتون باشه. توی اولی x اولد به تعداد نقاطمون اندازه fs اندازه اون چیزمونه، اندازه اون تعداد نقاط سیگنال اصلی مونه، اونی که میخوایم تغییرش بدیم، میاد تعداد نقاط اونو در نظر میگیره. ادامهش که نمیشه end point، منظورش اینه که نقطه پایانی جزء اون نقاط باشه یا نباشه، ما میگیم باشه. این 0 تا 1 هم دلیلش چیه؟ میخوایم یه ثانیه از این سیگنال ما داریم بررسی میکنیم و میخوایم fs تا نقطه داشته باشیم. اوکی؟ توی پایینی تو x نیو چی میگیم؟ دوباره همونیم، یعنی میگیم بین 0 تا 1 این سری تعداد نقاطش به چه اندازه‌ای باشه؟ به اندازه اون تعداد فرکانس نمونه برداری که داخل سیگنالی که مد نظرمون هست، اون fs که میخوایم به تعداد اون به ما نقطه بده. اوکی؟ پس ما دو تا آرایه ساختیم، میخوایم این دوتا رو به همدیگه نگاش بدیم و بیایم اون رابطه‌ش رو به دست بیاریم و بعد TS رو با همون فرمول بیایم اینو تغییراتش رو اعمال بکنیم. به خاطر همین از چه دستوری استفاده می‌کنی؟ از دستور اینترپولیشن نامپای تحت عنوان اینترپی استفاده می‌کنی. سه تا ورودی میگیره، یکی x نیو که همون نقاطی هست که این پایینیه، نقاطی هست که مد نظرمونه، می‌خوایم به تعداد این fs نقطه داشته باشه. ورودی بعدیش x اولدمونه که میخوایم بهش اون نقاطی رو بدیم که داخل تعداد نقاطش با تعداد نقاط اون سیگنال ورودیمون برابره، و TS که سیگنال اون باشه که میخواد این تغییرات و این اینترپولیشن رو روی سیگنال اعمال کنه، و خروجیش هم به ما دیگه یه TS رو برمیگردونه که FSش با اون مچ شده باشه، درست شده باشه. اوکی؟ این میشه پس تابع ریسمپل اینترپولیشن ما. اینو توی کدای این گیت هاب که نگاه کنی اصلا اینجوری اسپوزاری نشده، ST فلانه. من این بخاطر اینکه فقط ببینید خیلی طولانی و اینجوری اسپوزاری شده که واسهتون قابل فهم‌تر باشه. قسمت بعدی اینه که ما بیایم، دیدید که این فولدره کلی فایل داشت. اوکی؟ میخوایم بیایم اینا رو بخونیم، هم ریکوردهای مختلف و هم چه می‌دونم خود فایل سمپل‌ها رو، خود فایل انوتیشن‌ها رو. به خاطر اینکه بتونیم این کارو بکنیم ما از یک کتابخونه‌ای استفاده می‌کنیم. نامپای رو دیگه بالا معرفی نکردم که معرفی حضورتون بود تو جلسه قبل. یک کتابخونه داریم تحت عنوان OS، این کارهای سیستمی رو واسه ما انجام میده، مثل باز کردن فایل‌ها، خوندن فایل‌ها، از اینجور صحبت‌ها. این اصلا نیازی هم به اینستال کردنش هم نداره، کلا رو پایتونتون به صورت پیش‌فرض هستش. به ما امکان اینو میده که فایل‌ها رو بخونیم، کار مختلف سیستمی رو انجام بدیم. اینجا می‌خوایم یه تابع تعریف کنیم که بیاد از همون یه مسیری رو از همون بگیره و بیاد فایل داخل اون مسیر رو بخونه. اوکی؟ خب یه تابع تعریف کردیم، دف زدیم و یه مسیری رو میگیره. تو خط اول اومده چی گفته؟ اومدیم از دستور ویت استفاده کردیم که میاد چیکار میکنه؟ میگه که این خط میگه که بیا با در نظر گرفتن این عبارت، حالا بهش میپردازم که این عبارت چیه، به عنوان اف این. اوکی؟ بیا این کار پایین رو انجام بده. اوکی؟ این حالا عبارت چیه؟ عبارت اوپنه. میگه بیا اوپن کن. چی رو اوپن کنه؟ اینجا یه دستوری داریم از همون دستور
OSی که بالاتر گفتم از کتابخونه OS os.path.join این دستور میاد چیکار میکنه؟ این تابع میاد دو تا مسیر رو یا چند تا مسیر رو به همدیگه میچسبونه. مسیرایی که میخوایم بدیم و با این دستور میتونیم بچسبونیم و داخلش اون چیزی که داریم، اون پسی که داریم و از اون میگیره، بهش یه ریکورد میچسبونه. ریکورد چیه حالا؟ ریکورد اون فایلیه که ما اینجا داریم. ما داخل این فایلمون من حالا به عنوان چیز بیارم چیه؟ این فایلی که داخل خود دیتا ستمون بود اومده اسامی ریکورد ها رو واسه ما نوشته. ما میخوایم اینو اول باز کنیم بخونیم اسامی رو از روی این بر حسب این اسامی که داریم حالا بعد بیایم بقیه کارا رو روش انجام بدیم. پس دنباله چی؟ این الان میاد اینجا میگیم که این مسیر این فایل رو داریم بهش میدیم. فایل فرمت خاصی نداره، یعنی فرمت نداره، دات تکس اینا هم نیست. من الان با نوتپد اینو باز کردم. فقط میایم مسیر رو میگیم داخل اون فولدری که فولدر دیتامون باشه بیاد داخلش فایل ریکورد و بعد اینجا این آری هم که نوشیم یعنی تحت عنوان این اوپنی که میخوای انجام بدی صرفا رید باشه، صرفا بیا فایل رو بخون. رایت و اینا نمیخوایم روش داشته باشیم، صرفا میخوایم اون فایل رو صرفا بخونیمش. و این فایل ریکورد رو که داری باز میکنی تحت عنوان اف این در نظر بگیر. اوکی؟ بعد بیا باش چیکار کن؟ اف اینو که در نظر گرفتی یه متغیر داریم تعریف میکنیم تحت عنوان all record name، یعنی تمام اسامی ریکورد هایی که میخوایم داشته باشی. میگیم چی؟ میگیم این فایلی که باز کردی بیا بر اساس تک تک اون چیزایی که داره بیا یک ریدش کن، بیا بخونش. این دستور دات ریده میاد فایل و محتویاتش رو میخونه و به عنوان استرینگ به ما برمیگردونه. استرینگ هم خاطرتون هست یه رشته ها بود. بعد دات اسپلیت میاد چیکار میکنه؟ داشتید دیگه اسپلیت رو تقسیم بندی میکنه. اینو اسپلیت رو کجا داشتید؟ ترین تست اسپلیت. خود تابعش رو نداشتید ولی اسپلیت رو داشتید دیگه. اون جایی که میومدید داده ترین و تست رو تقسیم میکردید اینم همینه. میگه بیا گزاره های این استرینگ رو بیا تقسیم کن، جدا جدا به صورت استرینگ های کوچیک در بیار. داخل اسپلیت چی میگیره؟ اون آرگومانی رو میگیره که به عنوان تقسیم کننده اون استرینگا باشه. حالا ما اینجا این بک اسلش ان رو گذاشتیم که بک اسلش ان چیه؟ خط بعدیه. یعنی شما تو متنتون اینو بذارید میاد خط بعدی. ما هم فایل رو باز کردیم دیگه، اینجا دیدیدش. اسامی ریکوردهای مختلف با چی جدا شده؟ نه ویرگولی داره، نه سیمیکالمی داره، هیچ چیزی نداره. با چی جدا شده؟ رفته خط بعدی. ما میگیم که بیا اینو رید کن، اینو به عنوان یه رشته استرینگ بزرگ داشته باش و بعد بیا اینو محتویاتشو به قطعه‌های کوچیکتری تقسیم کن که معیار تقسیم بندیمون هم خط بعد باشه، یعنی هر خط رو به عنوان یه استرینگ در نظر بگیر و اینو تو خروجی به ما برگردون. بعدم اومدیم همین تابع رو فراخونی کردیم و فولدری که فولدر دیتامون باشه رو گذاشتیم و میبینید اینجوری واسمون در آورده. این چون استرینگه این چیزاش هم گذاشته جدا کرده دیگه خودش. این دیگه با اون فایلمون فرق میکنه. اوکی؟ ببینید شما الان مثلا اگه اسپلیتر رو نمیذاشتید، من اینو کامنت کنم، به این خروجی چی میداد؟ پشت سر هم دیگه میداد. این بک اسلش ان هم به خاطر اینکه خط بعدی نرفته، خط بعدی پشت سر هم دیگه چسبونده علامتش گذاشته. فما میخوایم اینو واسمون جدا کنه، هر کدومش رو یه استرینگ المان آرایه مجزا واسه ما در نظر بگیره. این از خوندن حالا ریکوردها صرفا به خاطر اینکه الان فایلاشو به دست بیاریم و بدونیم چه ریکوردهایی داخل دیتا ستمون وجود داره. یک کتابخونه هست تحت عنوان یا پکیجی هست تحت عنوان WFDB که میشه Waveform Database. این علل خصوص چه تو وقتی دارید با فیزیونت کار میکنید به کارتون میاد، چه کلا با سیگنال کار میکنید. اینجا نوشته دیگه با دیتابیس های ویفورم تور، سیگنال تور که دارید کار میکنید. این کتابخونه چیکار میکنه واسمون؟ میاد ریدینگ میکنه، رایتینگ میکنه و پروسس میکنه سیگنال ها و انوتیشن هاشونو. یعنی میتونید بخونید، بنویسید و پیش پردازشی که لازم دارید و پردازشی که لازم دارید رو انجام بدید که حالا توضیحاتش اینجا هست، میتونید بخونید. نصب کردنش هم اینو باید نصب کنید. نصب کردنش هم همون مثل قبلی هست که توضیح دادیم دیگه. یه پیپ اینستال میزنید و سایر داستانا دیگه، چیز خاصی نداره.
ما الان میخوایم بشینیم این فایل ها رو بخونیم، چه انوتیشناشو چه سیگنالاشو. میایم از دو تا دستور استفاده میکنیم از WFDB. یکی read annotation که تحت عنوان RDANN، یکی read sample که دوباره RD sample نوشته میشه. قسمت اول که اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم همون OSی که داشتیم میومد دو تا چیزو به هم دیگه جوین میداد، دو تا پس رو به هم دیگه وصل میکرد. اومدیم تابمون رو دادیم، میگم تابه، اون مسیر دیتا ستمون رو دادیم. بعد اومدیم بهش رو وصل کردیم 100 اومدیم وصل کردیم. چرا 100 اومدم وصل کردم؟ میخواستم سامپل صرفا ریکورد 100 رو بخونم. الان چون به خاطر اینکه کد شلوغ نشه صرفا میخوایم یه ریکورد رو ببریم جلو و بخونیم. اوکی، فقط همون اولین ریکوردی که داشتیم 100 اومدم بهش دادم. حالا اینو میتونید تغییر بدید و اینو تحت عنوان سامپل ریکورد این مسیر رو بهش دادم. واسه انوتیشن خوندن در دستور رید انوتیشن استفاده میکنیم. تو ورودی اولش، آرگومان اولش میاییم بهش مسیر رو میدیم، اون مسیری که داشتیم مسیر همراه با اون مشخص کردن سامپل است، یعنی صدش هم باید باشه، صرفا مسیر دیتاتون نیست. و بعدم میگی که با چه فرمتیه. این فقط صد شما نوشیم، اونجا صده با فرمت مختلف وجود داره، ATR هست، دت هست، هدر هست، چیزای مختلفه. صد رو بدون فرمت اینجا میذاریم، بدون پسوند میذاریم و اینجا توی این خود تابع رید انوتیشن خودمون ATR رو واسش مشخص میکنیم، میگیم که نوع انوتیشنمون ATR و خودش میره خود فرمت های ATR رو فقط میخونه و میگیم تحت عنوان دیکشنری اینو به ما برگردون. این قسمت از کد داره اینو میگه. شما رفتی اینو رید کردی خوندی، اینو تحت عنوان یه دیکشنری به ما برگردون. این میشه چی؟ این میشه خوندن انوتیشنامون. قسمت بعدی میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم خود سامپل‌ها و خود دیتامون رو بررسی کنیم. از دستور چی استفاده میکنی؟ جواب بدید. دارید میبینید دیگه. رید سامپل، RD سامپل. و اینجا دیگه فرمت اینا نمیخواد بهش بدید، خودش میتونه بره بخونه. صرفاً مسیر رو بهش میدید. حالا یه ذره مثلا این المان‌های مختلف رو بهتون نمایش بدم. این الان سامپل انوتیشنی که اینجا تعریف کردیم و بیاییم هم لنش رو ببینیم. لنش چی بود؟ تعداد المانایی که داخلش هستن، تعداد المانای داخل لیستمون رو می‌خوایم بریم، همین که اصلا خودش رو کلاً ببینیم. اوکی، اینو یه اشاره بزنیم. میگه که این انوتیشن 14 تا این چرا رفت بالا، 14 تا جزء داره. اوکی، که چیزای مختلفه با عنوان دیکشنری هم برگردونده دیگه. مثلا یکیش ریکورد نیمه که مثلا گفته ریکورد نیمش 100، بعد مثلا چه فرمتی باشه، اریاش به چه صورتی باشن. این اره همون چیزی بود که داشتیم نگاه می‌کردیم، اون لیست کدوم سامپل انوتیشن داره است. تو فیزیونت دیدیم تحت عنوان تکست، سیمبولاش هم تحت عنوان همون انوتیشن هست که حالا مثلا این نرمال ان زده و چیزای مختلف. کلا 14 تا کی ولیو داره دیکشنریه که اینجا میتونید خودشو که بزنید پرینت کنه میتونید قسمت مختلفش رو ببینید. حالا ما دیگه نمیخوایم اینو ببینیم، صرفا مثلا دو تا از این الماناش، یکی ریکورد نیممون بود، یکی اون علائمشو زدیم فقط ببینیم. ریکورد نیممون 100 و اینا علائمی بود که تو انوتیشن بهمون نشون داد. اینم واسه فراخونیش صرفا آوردم که فراخونی کردنشو بلد باشه. کلا هر چیز دیگه ای هم داشته باشید از همون 14 تا هر کدوم خواستید کیشو اینجا وارد میکنید داخل براکت و بهتون نمایش میده. حالا بریم سراغ دیتاه. این بالای انوتیشنمون دیتا است. اینم دوباره هم لنشو بیایم پرینت کنیم و هم خودشو. لنش که دوه، اوکی، که دو یکیش اون آرایه دیتامونه که دو تا ستون هم داره. دو تا ستونه چیه؟ چرا دو تا ستونه؟ دو تا لید داشت دیگه، اینو تو فیزیونت هم دیدیم. دو تا لید بود. دومین المانش چیه؟ دومین المانش اون یه دیکشنریه که دوباره یه سری اطلاعات دیگه داخلشه، یعنی همه این جزء المان دومه اینه که مثلا فرکانس نمونه برداریش باشه، طول سیگنالش باشه و چیزای دیگه. اوکی، که باز دوباره ما اینو میایم مثلا فراخونی میکنیم. الان مثلا صرفا بخوایم اون دیتا رو داشته باشیم، میایم چیکار میکنیم؟ المان صفرش رو میخوایم دیگه، از صفر شروع میشد پایتون. بخوایم سامپل ها رو ببینیم، دیتا رو
داشته باشه، این فقط میگیم صفر رو بیا به ما نمایش بده، کل دیتا رو به ما میده. اگه بخوایم بریم داخل اون دیکشنری که اطلاعاتش بود، این سری تو براکت یکو میدیم، بعد بگیم که کدوم از این کیایی که تو اون دیکشنری بود رو میخوایم ببینیم. حالا من هم طول سیگنال رو دارم، هم اسم سیگنال رو دارم و هم فرکانس نمونه برداری و گفتم واسم تو خروجی بیاد نمایش بده و اسمش هم قشنگ داده که مثلا دو تا ستونی که دارید میبینید چیاست، V5 ML2. اینم از این. دوباره همون چیزایی که داشتیم و چون جلوتر کار داریم اومدیم سیو کردیم همین چیزایی که اینجا نمایش دادیم و اومدیم توی دو تا متغیر ریختیم، یکی فرکانس نمونه برداری، یکی اسامی لیدها. اوکی، یکی دیگه از کارهایی که ما میخوایم بکنیم الان توی این بخش، توی این سلولینی که میخوایم یه لید به خصوص رو فقط مورد بررسی قرار بدیم، اونم لید ML2. ML2 چیه؟ لید ML چیه؟ ML لید مودیفای شده است، مودیفاید لیده که حالا یه سری تنظیمات ایناشو واسه بهتر شدن کاربردی که دارن تغییرات میدن. تقریبا شما اینو اصلا همون دو در نظر بگیرید. سیگنال لید 2 بین کدوم از انداما بود؟ خاطرتون هست یا نه؟ دست راست و نه، دست راست و پای چپ. دست راست و پای چپه، همون سیگنال PQRS زیبایی که میبینید مال سیگنال ECG همه جا هست و نشون میده مال همین لید 2. اون به خاطر اون زاویه‌ای که داره خیلی روش قشنگتر میفته، ما اونو گرفتیم. حالا لید مودیفای شده اونو گرفتیم، اومدیم اینجا چی گفتیم؟ میخوایم اینو جدا کنیم، میخوایم صرفا فقط همین لید رو بررسی کنیم. اینجا اومدیم چی گفتیم؟ اینجا که لیدا رو اومدیم در آوردیم، همینی که اینجا داریم و اینجا اومدیم توی این متغیر ذخیره کردیم. بعد اومدیم با دستور ایندکس میاد چیکار میکنه؟ توی اون لیستی که دارید این ورودی که میگیره میگرده و میگه که ایندکس اون متغیر، اون المان توی اون لیست چند ایندکسش. اوکی، توی این بالایی چند ایندکسش؟ 0 دیگه. پایتون یک ساده ترین حالت ممکن 0. یعنی این چیزی که این قراره به ما برگردونه صرفا همین ایندکس اینجاست. حالا این مثلا ممکنه تو بعدی مثلا این سمت باشه بشه 1 یا اصلا ممکنه وجود نداشته باشه خالی بخواد برگردونه. و گفتیم که مثلا اینو بیاد واسه همون پرینت کنه و حالا پایین‌ترش هم مثلا کامنت گذاشتم خواستید اجرا کنید. اون این سری دیگه V5 رو بهش دادم و گفتم بیاد ایندکسشو چیز کنه، پرینت کنه. بذارید نشونتون هم بدم، دوباره از کامنت در میاریم. ببینید تو اولیه کیو 0 داده که اون اولیه باشه، لید 2 است، و دومیش که V5 ویا کدوم بودن؟ چستا بودن دیگه، لیدای سینه ای بودن و المانش 1. اوکی، این از این. اینو از کامنت در بیاریم. بعد حالا ما میخوایم اینو، حالا الان تا اینجای کار فهمیدیم چی؟ که این مثلا لیدی که داریم دنبالشیم دقیقا میشه ستون چندمش، میشه کدوم المانش، ایندکسش چنده. حالا میخوایم اینو ازش استخراج کنیم، خارج کنیم، بکشیم بیرون. میایم چیکار میکنیم؟ این متغیر تعریفی یعنی فقط میخوایم اون لیدر رو داشته باشه. میگیم اون سامپل دیتایی که بالا داشتیم 0 داشت، خود سامپل ها رو بهتون میداد، آرای دیتا رو بهتون برمیداد. میگیم برو تو آرای دیتا تمام سطراشو، این دو نقطه تمام بود دیگه، تمام سطراشو بردار و ستونهایی که این ایندکس رو دارن، کدوم ایندکس رو؟ ایندکسی که اینجا واسش مشخص کردیم، برو اون ستونش رو صرفاً بردار و به ما تو خروجی بده. و بعدم گفتیم که بیاد حالا مثلا اون انوتیشن مختلفش رو بیاد، حالا هم اندازش رو بیاد به ما نمایش بده، چه سمپلش که نشون داده بود کدوم سمپل انوتیشن داره و چه علائمش که مثلا n و چیزای دیگه بود، و گفتیم بیا هم تعدادش به ما نمایش بده و هم خودش رو به ما نمایش بده. و در آخرم اون آرایه‌ای که کشیده بودیم بیرون تحت عنوان یه لیست داریم اینا رو ذخیره میکنیم، چه اون سمپلاش چه اون انوتیشناش، اون علائمش، و اینا رو تو دو تا لیست اینا رو ذخیره میکنیم. اوکی، اینم تعدادشه دیگه. این اولیه که لیدر رو داره میگه، این
چیزی که اینجا داریم طول همون تعداد اون انوتیشن هامونه، پایینی خود اون شماره سمپل هاییه که انوتیشن دارن، پایینیش هم اون سیمبولاشه. تا اینجا چیکار کردیم؟ تا اینجا اومدیم یکی دیدیم که دیتا ست رو یک فراخونی کردیم، بعد اومدیم دیدیم چند تا ریکورد داریم، ریکوردها رو جدا مجزا کردیم، بعد اومدیم یه لیدش هم حالا جدا کردیم تو قسمت قبلی، اون لیدی که می‌خواستیم رو در آوردیم. حالا یه کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که حالا ما لیدی که به دست آوردیم صرفاً شماره سمپله، حالا می‌خوایم سیگنال هم بر حسب اون شماره سمپلایی که توی انوتیشنمون بود می‌خوایم اینو بیایم جدا کنیم. اوکی متوجه شدید می‌خوایم چیکار کنیم؟ الان یه سری شماره سمپل داریم که گفته توی اون نقطه انوتیشنش اونه. حالا میخوایم بریم از تو سیگنال اصلیه، الان تو انوتیشن ها بودیم، بریم تو سمپل اصلیه، بریم اون قسمت از سیگنال رو بکشیم بیرون، به صورت قطعه برش داریم. کاری که میخوایم اینجا انجام بدیم. اونجا خود قطعه است، وسطشه. چیزی که ما در نظر گرفتیم وسط قطعه است. این سمپلی که به عنوان انوتیشن داده وسط سگمنتی که انوتیشن اون چیزی که داریم انتخاب میکنیم خودشه، یعنی دقیقاً خودشه. ما حالا بریم جلوتر نشونتون میدیم. قبل‌تر و بعدترش رو برمی‌داریم که به عنوان یه قطعه داشته باشیم. قطعه رو همه یه اندازه بخواد. آره. خب اولش ما چیکار می‌کنیم؟ دو تا لیست تعریف می‌کنیم، چون ما هی می‌خوایم اینو هی بخونیم، هر چیزای مختلف از اون انوتیشن‌های مختلف هی بخونیم، هی بریزیم. اول میایم یه دونه خامشو خالیشو میایم دو تا لیست تعریف می‌کنیم که بعد با چه دستوری اینو اضافه کنیم؟ با دستور اپند توی لیستا. میایم چیکار می‌کنیم؟ یه فور تعریف می‌کنی، میگیم بیا به تعداد سایز اون لیست انوتیشنایی که بالا تعریف کردیم و جدا کردیم که چقدر بود، 2000 و خورده‌ای بود دیگه فکر کنم 2274 تا بود، بیا به تعداد اون بیا اینو هی تکرار کن. اوکی قراره رو تک تک اون انوتیشن‌ها، تک تک اون سیمبولا این عملیات پیاده سازی کنیم. چیکار کن؟ یک سامپل مارک رو بیا مشخص کن. سامپل مارک چیه؟ اون انوتیشنی که می‌خوایم بررسی کنیم که میاد توی اون المان آیومش رو نگاه میکنه. فور زدیم دیگه، میخوایم دقیقاً همون المانه رو نگاه کنیم. میاد توی لیبلا اون لیبل رو در میاره، میبینه. بعد میگه بیا چیکار کن؟ بیا برو اون لیبل رو که در آوردی، بیا برو تو اون مپی که بالا داشتیم دیکشنریه. اوکی؟ برو ببین این لیبلی که ما از این تو در آوردیم جزو کیهای اون دیکشنریه هست یا نه. ممکنه جزو اون دیکشنری یه سری کیهای دیگه هم داشته باشه که ما اصلا مورد بررسی قرار نداده باشیم، توی اون دیکشنری هم جزو اون 5 تا دسته‌بندی نیاورده باشیم. اینو میگه فقط در صورتی که جزو اون بود بیا اجرا کن، نبود رد میکنه میره چی سامپل بعدی. میگیم بیا تو دیکشنری چک کن، بیا تو دیکشنری نگاه کن ببین اگه داخل اون کیاش بود برو بعدی. بعدی چیکار می‌کنیم؟ ما می‌خوایم یه سگمنتی رو جدا کنیم. واسه سگمنت جدا کردن یه نقطه شروع و یه نقطه پایانی رو می‌خوایم انتخاب کنیم. و میگیم چیکار می‌کنیم؟ میگیم شما بیا FS دوم قبل‌ترش و FS دوم بعدترش رو بکش بیرون. ببین شماره سمپلش چند میشه. یعنی اینجا ما خود ایندکس اون انوتیشن رو داریم، مثلا زده توی ایندکس 100 ما یه ضربان نرمال داریم. اوکی ما FS دوم میشه چی؟ میشه نیم ثانیه. نیم ثانیه قبل و نیم ثانیه بعدش رو میخوایم به عنوان یه سگمنت یک ثانیه‌ای بکشیم بیرون. میگیم که برو شماره سمپلی که مثلا 100 انوتیشن داره نیم ثانیه قبل ترش و نیم ثانیه بعدترش رو سگمنتش رو بکش بیرون، مثلا میشه 80 تا 120. مثلا اگه فرکانس نمونه برداریم 20 باشه که نیست، مثلا اینجوریه که سمپل 100 رو داده باشیم میشه 80 تا 120ش به عنوان نقطه شروع و نقطه پایان در نظر بگیر. اوکی بعد دوباره بیا یه شرطی روش اعمال کن. شما نقطه پایان و شروعی که میخوای در نظر بگیرید یه موقع هست نقطه شروعتون اندازه FS دوم جلو نرفته که بخواد قبل ترش رو برداره. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی مثلا فرکانس نمونه برداریتون الان میریم جلوتر 360 اینجا هم زدی 360 بعد شما مثلا تو سمپل 100 متون یه دونه انوتیشن داری، این بخواد بره مثلا 360 تقسیم بر 2 150 با 30 میشه 180 180 تا قبلترش بخواد میشه منفی 80 تا و این ارور لیست بهش برمیخوری که میگه out of the range list، یه همچین اروری دارید برمیخورید. ما میگیم چی؟ نه برو اونایی که یک
ایندکس شروعت حتما از 0 بیشتر باشه، یعنی اصلا جزء منفی نرو هیچ. دوم این که بیا از تعداد اون سمپلایی هم که داری از اون طرفم اون سمپل آخری هم که میخواید داشته باشی باید تا اون سمپلی که میخواید بررسی کنید تا نقطه پایانیش حداقل اون FS دومه وجود داشته باشه، چون دوباره اونم خارج از اون رنج اون ایندکس لیستتون میشه. و اینو میگیم یه شرطی میذاریم واسه چه ایندکس استارتتون چه ایندکس پایانتون و میگیم این شرط برقرار باشه، بین اون واضحه باشه. و اگه برقرار بود باز دوباره بیا اجرا بشه، برقرار نبود دوباره از این انوتیشن میگذره میره روی سمپل بعدی که تو انوتیشن ها هست. و بیا چیکار کن، یه سمپل سگمنت داریم جدا میکنیم. جدا کردنش هم چجوریه؟ همون براکت رو باز کردی، دو نقطه میایم، نقطه شروع نقطه پایانش رو میریم، این میاد نقطه شروع نقطه پایانش فقط میگیره و اینو توی لیستی داره ذخیره میکنه، چیز خاصی نداره. نقطه شروع نقطه پایان دو نقطه رو داریم دیگه. و بعدش چیکار کن؟ حالا که اینو در آوردی بعد بیا برو دوباره از همون تابعی که بالاتر داشتی میومد اینترپولیشن مثلا انجام میدادی سمپل میکرد، بیا با FS 360 چکش کن، اگه هم فرکانس بود همونو خروجی بده، اگه نبود بیا این تابع رو روش اعمال کن. بعدم که اینو ریسمپلیناشو همین کاراشو انجام دادی بیا با اون دوتا لیستی که بالا داشتیم هم خود دیتا رو هم خود لیبل رو بیا اپند کن، بیا اضافه کن. اوکی؟ اضافه کردن هم اون دیتایی که همین میشه که ریسمپل شده سگمنت شده همه کاراش انجام شده توی لیبل ها هم میایم دوباره از همون چیه استفاده میکنی؟ از همون دیکشنری که داشتی. یعنی میگیم یه دفعه بیا دیگه همون خروجی که میخوایم کلاسی که میخوایم همین الان بیا انجام بده تموم شه بره. یعنی اگه مثلا اس بود فلان بود بیا قشنگ تبدیلش کن دیگه، نگرد دنبال چیزای دیگه. و بعدم گفتیم که بیا ابعاد چه دیتامون و چه خروجی که لیبل اون باشه رو واسه ما نمایش بده که میبینید کلا 2271 سمپل داره که حالا سیگنالش 360 تا سمپل عمودی هم داره دیگه که میشه چیزش که میشه اون ثانیه‌ای که داشتیم سمپلایی که داشتیم. این سمپل میشه اون انوتیشن های مختلف لیبل های مختلف. اوکی، این یکی میشه چی؟ این میشه طول سیگناله. 300 ما FS میخواستیم جدا کنیم دیگه، اندازه FS میخواستیم جدا کنیم، FS دوم قبلتر FS دوم بعدتر که شده 360 سمپل در راستای حالا زمان. اوکی، اینم تا اینجا. یه کار دیگه هم که میخوایم بکنیم الان ببینید ما اومدیم جدا کردیم مال یه دونه ریکوردر، یعنی ریکوردر رو اومدیم لیستاشو در آوردیم، اومدیم انوتیشن و سمپلاش هم به دست آوردیم، دیتاش هم خوندیم، بعد اومدیم اون لیدی هم که می‌خواستیم در آوردیم، بعدم اومدیم سگمنت بندی کردیم و لیبلی هم که مد نظرمون بود گذاشتیم. ولی یه داستانی یه کار دیگه کوچیکی هم مونده بخوایم انجام بدیم تو پریپرایسز. اون چیه؟ اونم اینه که ما الان لیبلامون حروفه، N داشتیم، V داشتیم، چیزای دیگه داشتیم، F داشتیم فیوژن باشه. الان تو این بخش میخوایم بیایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم که اون لیبل هایی که استرینگ بودن رو تبدیل کنیم به عدد، چون ما میخوایم بریم جلو اینا رو بعد تحت عنوان عدد به دست بیاریم، روش محاسبات انجام بدیم دیگه. چه مدل میخواد محاسبات انجام بده، چه میخواد ترین کنه، هر چیز دیگه، حتی واسه معیارهای ارزیابی باید اینو تبدیلش به عددش بکنیم. بخاطر همین میایم توی قسمت توی پکیج سایکیدلری که جلسات قبل آشنا شدید توی بخش پریپراسزش از یه تابعی استفاده می‌کنیم تحت عنوان لیبل انکده. و بخاطر اینکه ما این کار کنیم یک اول میایم اینو تعریفش می‌کنیم، یه متغیر رو اومدیم این لیبل رو بهش دادیم و تعریفش کردیم و بعد میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم این لیبل رو با دستور دات فیت ترانسفورمز روی لیبل هایی که داشتیم فیتش میکنیم. یعنی چی؟ میگیم که بیا برو این لیبل ها رو نگاه کن ببین چه مثلا کلاسایی داشتی چه لیبل هایی داشتی، بیا بر اساس اون بیا مثلا خودت تخصیص لیبل بده. مثلا بگو مثلا اولیش N بود، بگو N میشه مثلا 0، مثلا V میشه 1، F میشه مثلا 2. این میاد این کارو میکنه. و بعدم گفتیم که بیاد
اینو به ما نمایش بده که چه لیبلایی به ما داره. ما کلا 5 تا دسته‌بندی داشتیم که توی ریکورد سری که بود فقط 3 تا از این کلاس‌ها بودن. اوکی؟ و اینا رو واسه اون در میاره. این فیت ترانسفورم اینا تو علل خصوص NLP و اینا زیاد میبینید. حالا نه به این صورت ولی توکنایز کردن و چیزای دیگه میبینید. اینو میان مثلا روی دیتایی قبل از این چیزام هستا، اون ترین تست، بحث ترین تست است، باید همه رو ببینه، چیزی که ندیده باشه رو رد میکنه، اصلا در نظر نمیگیره، یا مثلا تحت عنوان یه لیبل خاص واسش معرفی میکنه، تحت اون عنوان میگیره، میگه اون مال NLP ما کاری نداریم. ولی اینو کلا بهش اون لیبلایی که داریم رو میدیم و میگی روی اون فیت بشو. حالا تمام این چیزایی که گفتیم اومدیم کنار هم دیگه گذاشتیم. بازم دوباره این نسخه از اون نسخه گیت هاب ساده تره ها، ولی این سری دیگه اومدیم پشت سر هم دیگه اومدیم یه تاب تعریف کردیم تحت عنوان لود و پری پروسس کردن دیتا که از اون یه مسیر دیتا رو بگیره، یکی هم اون لیدی که می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم و از اون بگیره، و اینکه یه فرکانس خروجی که مد نظرمون هستم داشته باشیم. دوباره همون کارو کرده. اول اومده 2 تا لیست خالی تحت عنوان لیبل و دیتا معرفی کرده، بعد اومده تک تک اون ریکوردایی که داشتیم تحت عنوان استرینگ یه لیستی از استرینگ ها جدا کرده، بعد اومده روی اون ریکوردهایی که داخل اون لیست استرینگ ها هستن چیکار کرده؟ اومده یک سمپلاشو خونده، اون دیتاشو خونده، هم اومده انوتیشنشو خونده. اینجا فقط یه تفاوتی داره، ترای اکسپت رو استفاده کرده که واسه چیه؟ واسه اینه که میگه اگه شما اینو بیا امتحان کن، ترای کن اینو، اگر به ارور خوردی ارور مثلا عجیب غریب نده، این اروری که من بهت میگم و بهم بده. مثلا بخاطر اینکه بفهمید کجا ارور داره این دستور زیاد استفاده میشه که مثلا متن ارور هم گفتیم که ارور ریدینگ اف استرینگ دیگه، بیا بهمون بگو که به ارور خوردی موقع خوندن کدوم ریکورد. اوکی، اسم اون ریکوردر رو از اینجا میخونه و اگه شما ارور داشته باشید مثلا میگه فلان فایلتون خرابه، فلان فایلتون مشکل داره. اوکی، و کنتینیو ادامه بده. یعنی همون دستوره، فقط حالا یه ترای اکسپت گذاشتیم، نمیذاشتم به هیچ مشکلی نمیخوردی. این حالا چون یه مقدار سمت همون گیت ها بخواستم بین اون دوتا باشه یه سری دستوراتش رو اضافه کردم. دوباره مثل اون اف ایس رو برمی‌داری، اون لیدی که مد نظرمون هست رو برمی‌داری، بعد دوباره میایم اینجا ایندکس اینا رو میذاریم، بعد دوباره همون کارهایی که داشتیم اون اف اس دومو سگمنت می‌کنیم قبل‌تر و بعدترش رو، و وقتی که این کارا رو انجام دادیم اینا در اومد میایم از اون لیبل انکودر هم استفاده می‌کنیم. این سری دوباره این اومدیم در چیز داریم چون اونجا خیلی لیبلامون کم بود دیگه، این سری اومدیم دیگه رو همه لیبل ها اینو فیت کردیم که بتونیم خروجی ها رو ببینیم. من می‌بینیم میذارم اجرا بشه و حالا اینجا پرینت هایی که گذاشتیم هم داره نشون میده. مثلا گفته ریکورد مثلا 100 تعداد سگمنت هایی که داشتیم 2271، ریکورد 101 4135 و غیره. و حالا پایین ترش هم مجموعاً تعداد انوتیشن ها و اون سمپل هایی که واسه بررسی داریم چقدر شده؟ 105,000 تا شده تقریبا، و طول سیگنالمون هم که همون 360 تاست. اوکی، این از قسمت پری پروسس. اگه این قسمت سوالی چیزی دارید بفرمایید یا نکته چیزی هست، اگه نه ادامه بدیم. ما حالا اومدیم چیکار کردیم تا الان؟ اومدیم یک دیتا ستمون رو دانلود کردیم، دو اومدیم لودش کردیم و پری پروسسش هم انجام دادیم، پیش پردازشی که لازم بود. حالا میخوایم بیایم چیکار کنیم؟ میخوایم بیایم فیچر اکسترکشن انجام بدیم و استخراج ویژگی داشته باشیم. داخل مقاله عنوان شده که 9 تا ویژگی کشیدن، حالا همین بخش دقیقاً بخش 331 مقاله هم هست و این 9 تا ویژگی ها این چیزایی که اینجا آورده شده. ما به خاطر اینکه گفتم صرفاً مقاله بیسمون اونه، قرار نیست دقیق اون رو پیاده سازی کنیم، اومدیم اون 4 تا سادهش و اونی که سر کلاس علل خصوص می‌خوایم ران بگیریم از اون زمان کمتری رو بگیره و کارم بتونه در بیاره، 4 تاشو کشیدیم بیرون. یکی مین ابسولوت ولیو آف د سیگناله، یکی استاندارد دیوییشنه، بعدیش میشه پیک پوزیتیو ولیو و پیک نگاتیو ولیو. این 4 تا رو ما کشیدیم بیرون. یه تابع واسش درست کردیم. یه تابع کلا میبینید هر بخش ما داریم تابع میکنیم که خیالمون راحت باشه، هر سری نخوایم اینا رو اجرا کنیم، هر سری کار داشتیم صرفا تابع رو بیاریم، کد خیلی تمیزتر و راحت‌تر باشه.
واسه این ویژگی، این 4 تا ویژگی ها میایم از خود کتابخونه نام‌های استفاده میکنیم، همون دستوراتی که قبل‌تر هم داشتیم. واسه میانگین گرفتن دستور مینش، از واریانس گرفتن استیدی، مکس پیک هم با همین ماکسومینا به دست آوردیم. تابع کلا چیکار میکنه؟ دوباره میاد یه لیست فیچر خالی تولید میکنه که بعد بتونیم بهش اپند بزنیم و بعد میاد رو تک تک حالا ریکورد هایی که توی اون ریکورد هست میاد یکی میانگین رو میکشه بیرون، تحت این اسم ذخیره میکنه، واریانس رو میکشه بیرون، تحت این اسم. این 4 تا که کشید بیرون میاد این 4 تا ویژگی رو تحت عنوان یک لیست، تحت عنوان یک آرایه، یک المان به اون لیست فیچرها اپند میکنه، اضافه میکنه و تو خروجی هم اونو ما میایم با یه دستور تبدیل np array، بخاطر مطمئن باشیم با همون فرمت اریمون هم هست، نام‌هایی داریم کار میکنیم، با همون فرمت تو خروجی به ما تحویل میده. کاری هم که بعدش کردیم اومدیم از همون دستور استفاده کردیم، اون دیتا آل دیتایی که بالا داشتیم اومدیم چیزیناشو به دست آوردیم، سگمنت کردیم، اینا رو میایم تک تک بهش میدیم و در آخر هم ازش میخوایم که یک بیاد شیپ فیچرها رو به ما نشون بده، دایمنشنش، و دومی که 5 تا اولش هم بیاد به ما یه نمایشی بده، ما یه نگاهی داشته باشیم. اولیش که یعنی دایمنشن کلا فیچر است، شیپشه. اولیش چیه؟ تعداد سامپلاس، اون تعدادی که همون جدا کردیم، اون سگمنت هایی که جدا کردیم. دومیش چیه؟ ویژگی هست، همون 4 تا ویژگی و اینا رو میبینیم دیگه. حالا ما 5 تا سطر داریم که هر سطر هم 4 تا ستون داره و این شد ویژگی ما. کار دیگه ای واقعیت تو این قسمت نکردیم، نه نرمالیزش کردیم و نه ارزا موضوعتون کار دیگه و اومدیم همین اینو استفاده کردیم با عنوان 4 تا ویژگی که داریم. بعد میایم قسمت بعدی، میایم چیکار میکنیم؟ از اسپلیت استفاده میکنیم. اسپلیت چیکار میکرد؟ داشتیم دیگه. دقیقا همون کدیه که قبل‌تر هم داشتیم. یعنی میگیم x ترین، x تست، y ترین و y تست رو بیا از همون سایکیت لرنینگ که داشتیم فیچرها و لیبل‌ها رو بهش میدیم و حجم داده تست هم میگیم 20% کل داده ها باشه. رندوم استیتش هم میذاریم 42. رندوم استیت چی بود؟ برای اینکه همون راه میکنیم همون داده هایی که دقیقاً سید توابع رندوممونه که هر سری میخواد اجرا بشه همونو واسمون بیاره. بعدم گفتیم دوباره بیاد این چیزایی که داریم و این دایمنشنایی که داریم و بیاد دوباره به ما نمایش بده، ببینیم که تو ترین چقدر داده داریم، تو تست چقدر داده داریم. که الان 84000 تا سامپل حدودا داخل ترینمونه، 21000 تا هم داخل تستمونه. بعد اینکه دیتا رو لود کردیم، پری پروسس کردیم و فیچراشو اکسترکت کردیم و به ترین و تست هم تقسیم بندیش کردیم، میخوایم بریم یه مدلینامون رو درست کنیم و آموزشش بدیم تا بتونه این کار کلاس بندیمون رو انجام بده. این متن خود مقاله هست. مقاله میگه که بهترین روشی که تونسته انجام بده و روش کار کرده یه آنسامبل لرنینگیه که با استفاده از 3 مدل SVM، نیو بیزیان و رندوم فارسته. تونسته اینا رو با استفاده از این 3 مدل اون آنسامبلی که روی اینا یاد گرفته رو تونسته بهترین نتیجه رو بهش بده. یه سوال، آنسامبل رو میدونید چی هست یا نه؟ آنسامبل لرنینگ، چون جلسه دکتر امروز هم کنسل شد، فکر کنم مثلا قرار بوده امروز بگم، نمیدونم بهتون گفتن آنسامبل رو یا نه. خب حالا به خاطر همین تعطیلی هستم، جلسات بعدی میبین باش آشنا میشی. آنسامبل لرنینگ چیه؟ اینه که فارسیش میشه چی؟ میشه یادگیری جمعی. به فلسفه‌اش میگه که به جای که یک مدل آموزش بدید و یک متخصص باشه و بهتون بگه که خروجی چیه، مجموعه‌ای از متخصصا رو آموزش بدید، مجموعه‌ای از مدل‌ها، و بیاید بین اونها با استفاده از روش‌های مختلف یک جمع‌بندی نسبت به آراشون داشته باشه. حالا میگم روش‌های مختلفی داره و خروجی رو بر اساس نظرات همگی اونها مشخص کنید. شما یه مدل داشته باشید، یه خروجی میده، این یکی مجموعه
و این که مثلا یک نفر بخواد تصمیم بگیره با اینکه یه شورایی تشکیل بشه و متخصصه مختلفی باشن مجموعاً بخوان نظر بدن، خیلی وقتا دقت و صحت و چیزای مختلف بالاتری داره. پس اینجا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ 3 تا مدل داره، قرار 3 تا رو آموزش بدن، تاش میگن که نظرات مختلف رو بزنن کنار هم دیگه، یه جمع‌بندی داشته باشن. نگفتم رأی گیری یا از قصد دارم جمع‌بندی استفاده میکنم، چون رأی گیری یکی از روش‌های یادگیری جمعی هست. حالا باز دوباره ما چون میگیم مقاله بیسه و ما قرار نیست تک تک کارا رو انجام بدیم و باز دوباره میخوایم مدل ساده تر باشه، خروجی رو به ما راحت تر بده، نیو بیزیان رو داریم حذف میکنیم، نیو بیزیان رو نمیزنیم، SVM و رندوم فارست رو میزنیم. SVM چیه؟ اینو که باید بدونید دیگه، اصلا کلا چیکار میکنه؟ فلسفه چیه؟ نماینده اون گروه در نظر میگیرید، بقیه داده‌ها هست. کلا ساپورت وکتور ماشین یا حالا SVM اینجوری SVM یا SVC یا SVR هم میبینید. SVM که ساپورت وکتور ماشین چیزش، SVR میشه ریگرشنش، SVC چون اینجا داریم میخواد لود کنیم اینجا اینو داریم، SVC میشه واسه کلاسیفیکیشنش. کلا دنبال یک خط صفحه یا ابر صفحه هست که بیشترین مارجین میشه چی؟ حد فاصله، بیشترین مارجین رو نسبت به کلاس‌های مختلف داشته باشه، داده‌های مرزی کلاس‌های مختلف داشته باشه. و رندوم فارست چیه؟ درخت نه، اون میشه دیسیژن تری. چی؟ درخت. اونم خودش یه جور آنسامبل لرنینگ حساب میشه که اومده مجموعی از دیسیژن تری ها رو کنار هم دیگه قرار داده و حالا یه خروجی گرفته. دیسیژن تری چیه باز؟ اون درخت تصمیم گیری که از یه چیزی شروع میشد، بعد میومد هی بخشای مختلف، بعد هی جزء به جزء میگرفت. پس ما قراره این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کنیم و با استفاده از آنسامبل لرنینگی که داریم بیایم اون ضربانا رو مشخص کنیم که به چه کلاسی تعلق داره. واسه یه ایمپورت کردن پکیجینگ میخوایم استفاده کنیم، دوباره همش سایکید لرنه. میایم از بخش آنسامبل لرنینگش ووتینگ کلاسیفایر رو میاریم. این مال بخش آنسامبل لرنینگ. ووتینگ کلاسیفایر چیه؟ گفتم روش مختلفی واسه آنسامبل هست. داخل خود متن میگه ما با استفاده از متن مقاله ما با استفاده از میجوریتی ووت داریم میایم این کلاس بندی رو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی که میایم رأی گیری میکنیم، هر گروهی که بیشترین رأی آورد اون کلاس بهش چیز میکنیم، بهش اطلاق میکنیم به اون داده‌ای که داریم. بعدم میام از تو سایکل لرن دوباره از بخش SVM ها ساپورت وکتور ماشیناش میایم SVC رو برمیداریم، کلاسیفیکیشن داریم و دوباره از آنسامبل ها اینو دوباره میتونستیم همین بالا هم بیاریم دیگه. حالا من جدا آوردم که اینو بتونین کنار میگین، اینجا یه ویرگول میذاشم اونو میذاشم، اونم میتونستیم کنار هم دیگه باشه. اینی که میگم رندوم فارست آنسامبل خودش تو خود دسته‌بندی سایکل لرن هم میتونید اینو ببینید. این از اون سه تا المانی که ما میخوایم برداریم، یکی آنسامبل ووتینگش، البته ووتینگ کلاسیفایر، یکی SVC، یکی هم رندوم فارست کلاسیفایری که داریم. بعد مییم یه تابع واسه آموزش این ما تعریف میکنیم که دو تا آرگومان ورودی میگیره. یکی X ترین، اون X میشه چی؟ میشه اون سمپلایی که داریم، اون داده ورودیمون. یکی Y ترین میشه چی؟ میشه اون لیبلایی که ما انکدش هم کردیم، تبدیلش کردیم. این دوتا رو به عنوان ورودی میگیره. بعد قراره چیکار کنه؟ تو قسمت اول میایم دوتا مدلی که یا اگه مثلا نیو بیزیان رو می‌خواستیم استفاده کنیم، میایم سه تا مدلی که داریم و تعریفش میکنیم. یه SVC مدل تعریف کردیم، خود SVC رو یه SVM مدل تعریف کردیم که اومدیم خود SVC رو صدا زدیم. بهش دوتا المان داریم. یه المان بین دوتا مدل‌ها که یکیه، اونم چیه؟ رندوم استیتشه که میشد چی؟ سید تابع تصادفیمون. اوکی، اون وزنه اولیه یا چیزهای مختلف اولیه که داره رو میخوایم یکسان باشن. SVC یه چیز دیگه هم به ما میده تحت عنوان احتمالات و ما اینو تروش کردیم که چی میگه به ما؟ به ما اینو میگه که میگه SVC نیاد صرفا کلاس بندی کنه و تو خروجی به ما بگه که این مال کدوم کلاسه، بیاد چیکار کنه؟ احتمالات کلاس ها رو به ما بگه.
یعنی مثلا ما میگم 5 تا کلاس داریم، کلا سیستم به این صورته که میایم احتمالات مختلف واسه هر کلاس به دست میارن تمام مدل ها و بعد اون کلاسی که البته اگه مولتی لیبل کلاس نباشیم و اون مولتی چیز نباشیم که هر سامپل میتونه چند تا لیبل داشته باشه اونو نباشیم تو اون حالت دارم میگم و بعد میاد مثلا اون کلاسی که بیشترین احتمال رو داره به عنوان کلاس قالب اون سامپل در نظر میگیره و تمام. ما میگیم نه این کارو بکن، نه بزرگترینش رو بردار، بیا به ما فقط احتمالاتو بده. یعنی به ما بگو 80% مال کلاس 1، 10% مال کلاس 2، 5% مثلا مال کلاس 3. اینجوری بیا به ما بده. اینه. و بعد اینکه اون دو مدل های پایه‌ای که قراره تو آنسامبل لرنینگ استفاده کنیم و آوردیم، میایم از ووتینگ کلاسیفایر استفاده می‌کنیم. ووتینگ کلاسیفایر دو تا المان ورودی داریم بهش میدیم. یکی استیمیتور هاشه که اون مدل هایی هستن تحت عنوان تاپلتور هم میگیره. المان های مدل هایی هستن که قراره کار تصمیم گیری پایه رو واسمون انجام بده. تاپلش هم اینجوری که اولی اسم اون مدل است، با چه عنوانی بشناستش. ما می‌ذاریم اینو تحت عنوان SVM بشناس. بعد چی باشه؟ این SVM مدلی که بالا تعریف کردیم. این استیمیتور یه آرایه داره میگیره دیگه. اوکی، یه مجموعه آرایه داریم بهش میدیم. یه SVM رو بهش دادی، یه رندوم فارستر رو بهش دادی. اوکی، این هم مدلامون. دومی چیزی که میگیره یکی ووتینگه. ووتینگ نوع اون ووت کردنی که کلاسیفایرمون داره دو تا حالت داره، یکی هارده، یکی سافته. اینا با هم دیگه چه فرقی داره؟ اگه کسی اطلاعات قبلی داره بگی، اگه نداره خودم میگم. اطلاعاتی دارید؟ خودم میگم. هارد به این صورتی که شما کلاس بندی که میکنین اینجوری باشه که مثلا من یه سامپل رو گذاشتید وسط، 3 نفرم مثلا متخصص اینجا داریم. هارد اینجوریه که من میگم این کلاس 2، بغلی میگه کلاس 1، سومی میگه کلاس 2. بعد چون 2 بار کلاس 2 تکرار شد، نتیجه آرا میشه چی؟ میشه کلاس 2. این میشه هاردش. یعنی خیلی کلی و چیزشه، رافتور داریم نگاه میکنیم به مسئله. صاف چی میشه؟ که البته ببینید الان مثلا ما هارد رو نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ 2 تا مدل داریم دقیقاً. 2 تا مدل، من میگم کلاس 1، دومی میگه کلاس 2. ما این وسط میخوایم چیکار کنیم؟ اولا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی نمیتونه تصمیم بگیره. مثلا 3 کلاس و سر فرد و چیزای مختلف میشه استفاده کرد. صاف چیه؟ صاف اینجوری نیست که نتیجه خروجی هر مدل رو بگه. چجوریه؟ اینجوریه که من به عنوان مثلا یک مدل تشخیص دهنده، به عنوان یک متخصص، من میگم که این سامپلی که گذاشتید جلو به احتمال 80% مال کلاس 1، به احتمال 10% مال کلاس 2، به احتمال 5% مال کلاس 3 و الباقیشون هم 5% باقیش. مدل کناری میاد چی میگه؟ مدل کناری میگه که 70% مال کلاس 1، 30% باقیش مثلا مال کلاس 2 و الباقی هم مثلا خیلی کمه، ناچیزه. و بعد برای هر کلاس مجموع احتمالاتی که ما دادیم با هم دیگه جمع میشه، اونی که بیشترین احتمالات رو بگیره. یعنی مثلا تو رافع من گفتم 2، اون گفت 2، این گفت 1، تا شد 2. ولی یه موقع میبینید این یکی که اینجا گفت این مثلا یه 90%، بعد اونی هم که من گفته بودم 2، اونی و اون شخص سومی هم که گفته بود 2، مجموعا 50% روش چیز بودیم و 40% میگفتیم نه 1. یعنی 50% میگفتیم 2، بیشترین بود گفته بودیم 2، 40% تفاوت آنچنانی نداره. و بعد اینا جمع میشه با هم و بعد میبینید به هم خورد معامله. اون معادله‌ای که داشتیم کاملا متفاوت شد و میتونه کلاس دیگه ای باشه. صاف یه بار دیگه میشه. صاف یه بار دیگه میشه. و همونجوری که گفتم با صورت حالا صاف و هارد، ما اینجا صافت آوردیم چون 2 تا کلاس هم داشتیم و میاد این 2 تا رو احتمالات رو با هم دیگه جمع میکنه. و بعد این حالا یه مدلی داریم تحت عنوان آنسامبل مدل که اومده از این 2 تا استفاده کرده. بعد با استفاده از دستور فیت که قبل‌تر هم داشتیم، میایم روی داده ترینمون، روی خود دیتا و روی لیبل هاش ما اینو فیت میکنیم و خروجی هم مدل رو برمیگردونیم. اوکی؟ بعد هم اومدیم از همون تابعی که تعریف کرده بودیم استفاده کردیم و این مدل آنسامبل مدل رو آموزشش دادیم و ما اینجا اینو بزنیم اجرا بشه. یه مقدار
طول میکشه تا این داره انجام میشه. من بخش بعدش هم بهتون بگم. بخش بعدی بخش ارزیابیه. تو خود مقاله هم معیار ارزیابی که آورده یکیش اکیوریسیه. این عنوانه کنارش همون دقیقاً عنوانه مقاله است، یعنی 4 2 1 رو برید ببینید همین رو میبینید. اکیوریسی چیه؟ درست به دست آورده به کل. آره صحت دقیقاً کل درستا به کل پیشبینی ها. اوکی این میشه اکیوریسیمون. پرسیژن چیه؟ حالا لفظا رو دقت و صحت و اینو بذارید کنار، حالا همون انگلیسیشو استفاده کنیم به نظرم بهتره، چون دوباره دقت و صحت دوباره چیزای مختلفی داره. علاوه مفهومی چیه؟ رایی که درستش استفاده شده به کل بیرون. آره همون تورو پازیتیو اینا بخوایم ببرید تو قبلی کل تورو پازیتیوا تورو نگاتیوا تقسیم بر کل پازیتیوا و نگاتیوا میشدن. پرسیژن تمرکزش رو پازیتیواست، فقط نگاتیوا رو کار نداره. به خاطر همین دقتی هم که میخواد به دست بیاره اینجوریه که میگه اون تورو پازیتیو فقط، یعنی اون پازیتیوایی که تورو بودن به روی کل پازیتیوا یعنی نگاتیو پازیتیو و تورو پازیتیوا تقسیم میکنه. و حالا بالاتر نیورده هنوز. و اینجا هم دوباره از سایکل لرن داریم استفاده میکنیم، از بخش متریک ها و اومدیم اکیوریسی رو استفاده کردیم. ولی این دوتا هم که اضافه است، اکیوریسی و پرسیژن رو استفاده کردیم. اون دوتا رو حالا تو تمرینات میبینید نه اینکه نداشته باشید. دستورش هم به چه صورت اومدیم؟ اول از همه ما فقط الان یه مدلی آموزش دادیم با داده های ترینمون. بعد میایم اینو چیکار میکنیم؟ بعد یه پردیکشنی هم داشته باشیم، بعد یه پیش بینی هم رو داده تستمون داشته باشیم. میایم دوباره با استفاده از دستور دات پردیکت میایم داده تست رو بهش میدیم تا ایگرگ پردیکت رو به ما بده. و بعد هم دوباره یه تابعی تعریف میکنیم که این بیاد هم ایگرگ تست و هم ایگرگی که پردیکت شده از روی ایکس تست رو بهش میدیم و میاد واسه همون اکیوریسی و پرسیژن رو تعریف میکنه و اینجا پرینت میکنه. تعریف کردنش دقیقاً همون توابعی هست که بالا ایمپورتش کردیم و بهش هم یکی ایگرگ تست رو میدیم یکی ایگرگ پردیکشن که بیاد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنه و به ما بگه که معیار ارزیابی مثلا چقدر خطا داشته چقدر خطا نداشته. اوکی بعد هم اینو گفتیم اینو بیاد پرینت کنه تا 2 رقم اشیا و اینم بعدش اومدیم ارزیابیشو زدیم. حالا این مدل آموزش که میبینید خروجیشو و اینو گفتیم مثلا بیاد پرینت کنه معیارشو ببینیم. یه نکته‌ای هم که بخوام بهتون بگم اینه که پرسیژن یه چیزی داره تحت عنوان اوریج و اینو ما ماکرو انتخاب کردیم. این چیه؟ ایده‌ای دادید؟ اصلا نمی‌دونم، حالا ایده‌ای هم توقعی نیست. داره میانگین میگیره. چرا داره میانگین میگیره؟ ببینید به جز اکیوریسی که دارید میاد کل درستا رو تقسیم بر کل غلطا میکنه، اشتباهات میکنه، ما بقیه معیارا مثل پرسیژن و ریکال و چیزای دیگه اینجوریه که چون میگه ترو پازیتیو و نگاتیو رو میاد از هم دیگه جدا میکنه دیگه کلی ما واسه هر کلاس به این کلاس یعنی 2 کلاسه باشه یک کلاس رو میگیم پازیتیو یک کلاس دیگه رو میگیم نگاتیو. وقتی کلاس بندی از 2 کلاس بیشتر میشه ما اینجوریه که پازیتیو و برای هر کلاس میریم، یعنی اینجوریم که میگیم مثلا کلاس اول یه واسه هر کلاس میگیم تمام معیارا رو حساب میکنیم، مثلا میگیم کلاس اول مثلا پازیتیوا رو همون کلاسه بگی، بعد بقیه کلاس‌ها رو هر 4 کلاس دیگر رو به عنوان مثلا نگاتیو بگی و هی بیا اینو حساب کن. به خاطر همین وقتی هم شما پرسیژن میزنی میاد به این پرسیژنی که باید بده میاد به تعداد کلاس‌ها به ما پرسیژن میده. اوکی؟ ولی یه چیزی داریم تحت عنوان اوریج روی همین پرسیژن اسکور و چیزای دیگه که این میاد چیکار میکنه؟ به جای که خودمون بخوایم دستی اینا رو یه جمع‌بندی کنیم میاد واسمون یه اوریج میگیره، یه میانگین میگیره و مدل مختلفی داره. ماکرو به چه صورت؟ ماکرو اینجوریه که میگه شما بیا واسه هر کلاس پرسیژن یا هر چیز دیگه یا معیارای دیگه اینو دارن، بیا معیار ارزیابی هر کلاس رو به دست بیار، بعد با هم دیگه جمع کن میانگین ساده بگی، تقسیم بر تعداد کل کلاس‌ها بکن، میشه میانگین ساده، میشه ماکرو. یه چیز دیگه داره تحت عنوان ویتد میگه چیکار کن؟ میگه بیا بر اساس اینکه هر کلاس چقدر مثلا سامپل داره یه وزنی به اون کلاس‌ها نسبت بده، بعد بیا مثلا اینجوری نباشه
میانگینگیری ساده باشه اونجوری دیگه متفاوت میشه. یا چه می‌دونم یه چیز دیگه داره تحت عنوان سمپل، بر حسب سمپل اونجا برمیگرده به همون مدلایی که چندین لیبل میتونن داشته باشن یا از اون سمپل استفاده میکنه. ما چون نمیخوایم روی داده هایی که تعداد سمپل بیشتری دارن، ما ممکنه یه سری از کلاسامون تعداد سمپلش بیشتر از یک کلاس دیگه‌مون باشه، ما اینو اومدیم میانگین وزدار نگرفتیم و میانگین ساده گرفتیم که تا حدودی یه مقدار اون عدالت رعایت بشه. یعنی گفتیم که هر کلاس جدایی از این که چند تا سمپل داره، چون ممکنه مثلا فیوژن مثلا از همه کمتر باشه تعداد سمپلاش، ولی واسه ما سمپل فیوژن مهم باشه، اون تشخیص فیوژن مهم باشه. بعد که بیایم ویتدش کنیم یا میکروش کنیم، میکرو هم داره، اون کارش کنیم، چی میشه؟ میاد یه مقدار به نفع داده های بزرگتر میگیره. ما همین ماکرو رو میزنیم که عدالت یه مقدار بیشتر رعایت بشه و اینو میگیم خروجی بزنه. داده بالا مدل ترین شد، تاشم گفته بودیم وقتی انجام شد بزن که مدل با موفقیت آموزش دید. حالا میایم این سلول رو اجرا میکنیم و تا بتونیم معیارهای ارزیابیشو ببینیم. قبل اینکه حالا تا این داره میاد بالا یه سوال، چه دقت کلاس بندی واسه این اکوریسی، منظورم اون دقتی که دارم میگم، چه دقت اکوریسی واسه این کلاس بندی خوبه؟ قبل اینکه ببینید، حالا که الان دارید میبینید از چقدر مثلا مناسبه؟ نه اکوریسی رو دارم میگم، چه معیاری واسه مطلوبه. این که بقیه چیزا هستن و حرف درسته، تو تمرینات هم اتفاقا دارید، ولی اونجا الان این نکته چیزا رو نمیخوام بگم. اکوریسی دقت کلا بعضی چیزا اینو واسه چی دارم میگم، تو حالتی که داری میگی این که بخوای مهر تایید مدل رو بزنی و بگی این کاملا درسته، اینی که من دارم ازت میپرسم بحثم سر اینه. یه موقع اکوریسی به حدی بده تو اصلا بقیه چیزا هم خوب باشه میگم آقا اصلا تو دیواره. مثلا میخوام بهتون بگم یه چیزی داریم تو کلاس بندی دو کلاسه، اینو دیدید دیگه، مثلا میگن سکه انداختن و مثلا میگن که شما وقتی سکه میندازی 50% احتمال اینکه درست بیاد هست. اگه البته سکتون پی آی که داره با هم دیگه برابر باشه که سکه خیلی خاص و فلان باشه مساوی باشه میشه 50%. مثلا اینجوری که شما 50% بیاری، شما زیر 50% بیاری که منهای کلاساتو جابجا کنید درست میشه. یعنی شما 30% باشه اکوریسی تو لیبل دو تا کلاسا رو برعکس کنی میشه 70%. غیر از اونم بدترین حالتش میشه چند؟ میشه 50%. اوکی. توی این مثالی که ما داریم بدترین دقتی که میتونیم داشته باشیم چنده؟ اکوریسی ها. بله 5 کلاس هست. حداقل 20%. یعنی ما بدترین دقتی که میتونیم بگیریم 20%. اینو واسه چی دارم میگم؟ شما اصلا ممکنه یه کلاس بندی 5 کلاسه کار کنید بعد اونجا مثلا 50% به دست بیاری اکوریسی. و اینجوری نباید باشه که او 50 میشه سکه، 50 نمیشه سکه، 50 تو 5 کلاسه میشه که میتونید کم کنید از هم. شما دیگه 2 کلاس بیشتر میشه دیگه نمیتونید کم کنید جابجا کنید لیبلا رو. اوکی. و یه موقع دیدید 50% که توی 2 کلاس مهمه افتضاحه، توی 5 کلاس یه دقت فوق العاده خوبه. اوکی. حالا توی چیزی که ما انجام دادیم با اینکه 5 کلاس بود 93% اکوریسی گرفتیم، 85% هم چیز گرفتیم، پرسیژن گرفتیم که حداقل از نظر این دو تا معیار ارزیابی داره این دو تا معیار ارزیابی رو به خوبی پاس میکنه، به خوبی اوکی میکنه. در رابطه تا اینجا اگه سوالی چیزی هست بفرمایید.